از من بر کنم بچه با خدا دارم بیارم خدا کاغذ بندر بزنده چه ناداره میام الله خدا به کشف پش میکنه سر گوشی دارم که خیال نمون بالا پشت بون کتو با پشت بون بقا کنم رنج یا گل شد تار دم جنگ دم خود خوشکی ها جنگ دم بگو من بیه مرد این جنگ کنیم گل بیت الجمال تو باشی جام نارنجی گلیم رخسار نارنجی به سر عقل و کمال تو باشی جام نارنجی گلیم رخسار نارنجی به فردای قیامت روز محشر جام نارنجی گلیم رخسار نارنجی لالا نیرالله جور باشه سلام علیکم منده نباشی جور بخیر تیره کجی چنین خیریت باشه یعنی تو همی غزار بگو که ما دست شما به کجا بریم به هر جا ما این بریم چنین خیریت باشه اگر یک دفعه که ما شما رو ببخشم 2 دفعه ما شما رو ببخشم 3 دفعه ما شما رو ببخشم 10 دفعه همی بنا سعادی تو بگیرفت همی بچه مر شروع به زدن کاغذ بالا هم بستون در آخر بگیرفت برفته آیا این کار خوبه کرده همی حالی چوب به دست من براد میکردم که رو گیر کنم پوستر بکنم یعنی لالا نیرالله گیلک برار مجله به چی شما بگرفته روسی لک کده کابوق داده هم بستونده نه توشیدیم به چی دلی کجی نفر به می منطقه هست که از همی بنا تو رازی باشه خوب همه امیر بگو چه کنی آلی 100 گپ به یک گپ اطراف برار ما بخشش باشه آنه برار چی بخشش باشه مذرد میخوام ما برم برار خوب خدا میفهمونو چی بخشش باشه مرد دیوانه جان نکردیم شما چی بخشش باشه هر روز می بچه مگریه کرده به می سلام یا میگه گیلک 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 چه کنی لالا نیرالله خیره حالا کم بخشش باشه ما برون گیلک برار خور میفهمونم اگه او به دست ها بسته بعد شما ما پستر میکنم گیلک نفهمون گیلک به دست ما بده که ما بفهمون ما اگه گوشتای از جون سیوان نکردم خدا بیچو بگو خدا میفهمی بخشش باشه این بخششی نمیشه این کار یک روز نیه که بخشش باشه کاکا این کار 2 روز نیه که بخشش باشه میگه بخشش باشه ما اینجا مسخره شما کنیم بچه نامه در قطع اون خودی می تن شطور خود نمیشروه لالا نیرالله میگون شف نشفتلو ببخشه مذرت میخوام اطلاع برار کن گیلک این بخشیده نمیشه این کار یک روز نیه 2 روز نیه او یعنی میگی حالا چه کار کن دور به دست ما بده که پوستر بکنم برای شما چرا پستر بکنی به خاطر از اینکه اندازی نمیده چه یک کوبوکتا دریپگی به خاطر که سنده دریپگی از بال ارزش نداره کجی جان آخه واقعی میتنی از این به خدا به بیننگی و بیغیرتی کلون شد حالی که برار مگیلن یا بیغیرتیه یا سادیه یا نفهمیه همونه حالی دیگه شما چه کار کرده میتون من همینه که فقط براده میکردم من گوشت و تیر میکنم که جیران برار خوردین یک کلونی هر چه کاستی خودی من گوشت تیر میکنم بعد جا که اورگی نکنم کلیه به تامی جا میتا خودت تا نفس بالای لاله نیرالله کنی ایتا پرپر به من نری حالا که من دو خاطر اعتراف مدرک خیلی میکنم دیگه شما میتا کلاه خود به دینگ سر خونه حق داریم برارمه میگم ما خود میفهمونو برار مگیلک که باید او نیفتی که حقی بیایی بزنه کاکا سابقو آره تو غلط بدو همی بچه تو گیلک برار به اگر بیای همون تا بچه تو 10 دفعه بزنه کاغذ ما ده گریه کرده اگه من وقتی بفهمم آدم سادیه به گپ نمیفهمه هر کاری دستی بیای میکنه ها برار مگی ردی بیالا میدم گوش کن یک چیز ما برات میگم من میگم چیزی همسایه ما مستی من به تو خلاصه گپ میگم اگر این دفعه بچه مرمی برار تو گیلک بزنه اگر من لاشیر بدم سرا شما با کیت خونه آوردم پرتو نکردم نام بده مگر نیرالله نباشه تا کیم تحمل کاکا تا کیم صبر تا کی دیگه هیچ کار کردن نمیتونی تو آنی باز بیار تو با بیاد شما میدم با این دست شما تو سه کوز زدن اشتنه با خاموسته با خدا مگر گیر نکنمی با خدا لالا نیرالله اصلا برار میگیلا یک تار مو پرشوشی گم نشه اگه بمبه شما را میتقدش تو به 100 محکمه قیدی و حاکم شما کش نکردم بابا به چه کجی پشتیبانی از اون نکو برات ملامت پشتیبانی نکو خوب کار میکنم برات ملامت قرآن ملامت چیه به چی شما خدا میدونه ولی چی بگفته باشه
برای این کاکا برای کار خوب بچه خود خوب فهمونی همون دلچینی بچه من بازو چیزی میگه آخی از همون تنه شطور خونه میزنم رای کنیم یک مرستونی یک گداخونی یک جای رای کنی که جمع کنم شما بچه خود رای کنی که من که اخلا کمال یاد کجیر ملامتیم گپ نزنیم بریم دیگه برات کار ملامتیم بعدی ها شما ملامتی اصلا خودم مگر گیر نکنم تو خدا هیچ کار کرده نمیتونی دست شما داد کود و جونم دستنی اگر تو یک مور باشه با خونه دوایی نکردی نوم مگر نورالله نباشه خوانی با شما دستنی و هرچی میگو بابا ببخشیم نافهمیه بیعقلیه برار مساده پریه شما دقیقا خدا خوبجو میرسی برو بابا برای کار خود هست تو آزاد بچه خود تو 100% پیشگیر میکنه همسایه را هدیه میکنن شیشی موتران میشکنن یکی نمیایه با خوب شد یک دفعه برار مبزدو جناب علی خوش آمدی سفرها بخیر به کجا بودی از صبح از صبح به کجا بودی در صحرا میشه که برو رنگ خیلی زحمت کشیده نیه یکی مونده علاق شل شهید شده میگون گیلا قدیتونو برو به می کوچه از اینی سر کوچه گرفته تا آخر کوچه تا بسته محله اینی به چه خورده قراره کده بگیر چلت کو چند تا چپان بزنه قراره کده کابوزاده دارن پولی دارن گله دارن دگه دارن پاک بشتن اشته چینی لیلای چپاره دارن بشتن سبیان نمگاهی که خماله اومد چینی لیلای دارن چپاره کاغذ باده برسونی ببینیشی میدن شرم یا نداری تو خجالت نمی کسی بخیر نورالله خرم بگریش من باز از اخبارا خونه بزنه به زمین که برای تو دیلر بیاره و چی مسیل لد کده که موضوع دیرسون ده تک چه چند چپات همون بزنه دیلر تو ازی که تدر چی بشی ها کتو برو بسته بزایی ما از گفتی میگو دیگه تو شغل اون رفت تو دیگه چی میده غیر از بسا پیشگی غیر از موسیقی ها تا به کی ما درست تو رنگ بگونیم تا به کی نواده نکشی تا کی ما جواب عدی مردم ببنیم من نمیگم تو بگو گفتی خب به جلو لنگ همه کاغذات نخ میارم لنگ همه باز نرم شه این دیگه لنگی و کفت که دیر مرد تو گوشتا جون تو بسته بخورم بفهمیدی نکنی تو خدا رو بینگی لحظ عقل خوب سر رو بیار کارهای بکن که 4 تا حق همسایه و قای مخیش نفس تو برمان نباشه تا به کی من نمیگم تو بگو تا به کی نه کامزگار خمین نده ولی تو در خونی نیست که بسیار چی نورالله بچه تو کتتر میبی آخر تو میری خودی بچه ها نادر خود میگیری تو میری کابوزاد میسینی تو میری شیشی نار میشکنی تو میری بچه های نار میگیری نکن گیله نکن فکر بالا خوب برا را نکن تا به کی ناخی زبان با که رو بدرکن برا پیار خیش همسایه همه که به تو میگی کی میادم شی ما و نورالله به تردمین ماسین خود خوب بخوریم گیله عدست کاراتو این برو به فکر کاربارش و برو به فکر آینده خوش و برو چریکی به سرق و آخری که در دو پا درسته آینده چی به کار آینده خلاص شده چرا خلاص شده تو چی خبر داری؟ یعنی این روز خوش شد یکی نه یا دست تو شکایت نکنه ها اونو بچه باشه دین بیامده که دیلر بشونه بلغت داده بشونه تو خوردم بچینه همه بفتا در دستی بشکسته اونو دنه باشه دی آمده بوده بابی گیلر بچون بچه مبرده ده کابوزا بیرسونده تا بکه گیلر فکر به اول خبرها رو ما بکن ایت بی سرنوش نمیشه که تو بشی روز خوبه تا کوچه و تا محله خودی بچه خودی که هم دستیم دستان تا چی تونم گیر کنم تو خود لنگ خود به کاغذات نمیده کاغذات خود به لنگ هم میزنه برو گیر لگه جلوی ما خود پیاری باشه پیاری کاغذات رو میسکنم ما و نورالله ما سیمی امیت نورالله حساب خراب نبود امیت قیقا نمیکشی امیت یک چلوگیری ها نمیداخت را که یک دفعه نگه میگیلن به چی من طرف چا و چند سه کچیش پای بدن
اونجا برفتم ما خودی مردم به جنجال انداخته عنی با بیام خیش چیکار کنم بیکارم من ده دفعه بگو تو من الان دتا مشکل ما که بسیگه بچرونم همون میشارم یکی میای پیش تو میبونه همون میشاره اون میشه ما همیت پادر هوا دومونه چطور میده بند از اون خود خوب هم که بخونه که بگیرم که چشمات در سر رو بدرسی وای 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 آخیر آقا بعد ما خودی تو برا چه کار باشو زنده باشی نورالله اشتری برو یاراش خیلی سلامت خیلی خوشحالی زنده باشی چه کار میکنی؟ همین دیگه کمی علف داره میکنم به میگه و والا رمضان بله همین گله که ندیدی؟ نه برو خیریاته به خدا برو آری مردی اون جان ما کده از خیریات تیره همین بچه ما بیشتر نمیکنه همین در سراب کوچه به در شه که به کوچه به در میشه یا ایر میزنه کاغذ بادر میستانه یا اگه به دست پول ببینه پولا را از این میستانه همین دلچینی ما چه کار کنم دستیزی ما چه کنم به خدای خان براری هم بازی واسه که به گاه برار ملامت طرفداری ور میکنه ای لالا چی بگم تو اگیلک میگی پره رو به دست برار خورده خب پول دادم که یک بیستی برو هدفون ماس بستم برفتم ماسار بستنده بیامده از او ساعت جلوی گیلک بگرفته که همین ماسا اینا چیه گفتم ماسه خوبه سعی کنم سعی کرده همین تا پلاستیک میگه بستنده سعی کرده و من گفته اونه به هوا کلاغه یک دم که من سعی میکنم چهار طرف و کون خلیتر غلبه کرده شروع کرده بشه میدن پاک ماسار بشه میده خلیتی پلاستیک خیلی رو بداده به دست داده گفتم ماسار چپه شده همین مامادین اومد همسایر که میشناسی بیچاره میگم ما کارگر داشتم نون و خود دیگه بخار اینا بیاوردم خود می بشکه دوغی بیاوردم همون جیبق داشتم تا سعی کردم تا با ما بشکه دوغ همین جیبق داشتم تا من تا دانه سعی کردم بیاوردم بشکه دوغ پاک نصفه بشه میده برات اصلا من نمیفهم خوب اینا تربیه فامیلی ندارم هیچ کدوم اثرآوادی از اینا یک کدوم تربیه ندارم یک گپ یک مشکلی میری به در سرای ناباب میگی که این برار تو امی تا آدمه امی تا کار کرده یا مادر به مادر میگه بچی تو امی تا کار کرده ما عوضی که بچی خود ملامت کنه خود آدم ملامت میکنه شما چرا خودی از این سر کار داره چرا به تک کوچه خودی خور میگیریم او سادی نافهمه چه کار و فلانه خب ما چه کار کنیم آخر چه کار میشه به تحت منطقه شما به من راه نشوندین برار میگم میوازی که بگه حالا برار ملامت باشه من خودیو گپ میزنم یا من میرم به پیار خو میگم که خودیو گپ بزنه میگه تو چرا بچه تو به کوچه به در میده آیا دیگه من میشه لنگ بچه خور قلف کنم به تاثرا که بچه ما به در نشه که گیل قانون گیر میکنه میزنه به خاطر یک کاغذ بادی که 5 روپیه یا 10 روپیه قیمت اینه کار یک راه رمضان ما و شما خودی هم دگار خو بسنجی این کار یک دفعه نی دو دفعه نی سه دفعه نی هر چه که ما چیناگی می صبح گندتر میکنه به تا منطقه راه رند ما به تو میگم فقط ما و شما مجبوریم از دست از آدم سرا خور بفروشیم از این منطقه بریم خوب گپیه به خدا به خاطر یک ساده که بتا کوچه بدار میشه بچه‌ها میزنه سرا خور نمیبریشون فقط دورگیر کنم پوستر میکنم چرا ما صدا خور ببریشم زدانم یه تاشون بده 5 دقیقه بعد تو ببینی بیام آدم شام برگذر بندا دیگه وقتی که پیاره بخستی اونی براره بخستی اونی مادر بخستی اونی من خود یاد گرفتم از این هر دمی که بچه مر بزنه ما بچه خور گندتر میزنم ما به تو میگم برفتم به در سرای گفتم این بشکی ماست همی 20 ماست بچه شما بخورده مادر عوض از این که بگه خیره ببخش کار و فلان ما منت مقدار سر ما این رقم همسایه دلی ای لالا سرم از اون چی نگو برام تو از کارم من نختم سر تا باشه من تیار میکنم من فقط از مال تضمین گرفتم برات میگردم دورگیر کنم سکو ایت دل 50 ساله منم باله و یخ کو دل جام هر چی چوب می داله درختم شونای دل جام باش که ما فقط دور گیر بکنم اگه تام گیر کردی به قرار یور میزنی که دیگه پیر مادر یو بفهمه که یعنی اگه بچه ما بدر میشه به کوچه کاسر میزنه علی میته میزنه بچه چی بگم لالا چیکار کنه چیکار بکنه